اپکونو گاییدم کی به سایلای زد گچی داشی من. الو یادالله جونم پسرم، قربونت برم، خوبم. آدم یه قهوه‌ای بخورم، یه چایی بخورم، یه کافی شاپ اومدم. جون بگو، صدات بد میاد یادالله. یادی صبر کن، قطع شد. یه لحظه صبر کن، یه لحظه یادالله. صدا میاد جون. خب شاهی. خب اشکان چی؟ اشکان لیو این کیه؟ شاهی چی؟ شاهی گفته جانم فدای رهبر تو ویدیو. چرا من راست میگی؟ کیرمون کردی؟ جالب شد. اشکان لیو ایسین هم. ایسین خیلی خوب، جالب شد. ویدیوها رو بفرست، هر چی میتونی بفرست. ارتباطو قطع میکنم یادالله. خداحافظ. درود، پدرامیتا هستم. خوش اومدی به کانالم. مرسی که لایک میکنی، سابسکرایب میکنی، کامنت میذاری. دمت گرم، کار درسته. مثل این که بچه‌ها دوباره گندکاری بالا آوردن، حکومتی‌ها. خیالتون راحت، من اینجا هستم، کاراگاه هست. بریم ویدیوها رو نگاه کنیم، یه خورده ببینیم چی شده، کی چی گفته، کی چی شنفته. یه خورده پردازش کنیم این داستان رو، ببینیم به نتیجه درست میرسیم یا نه. Let's go. خب صدای موزیک هم کم کردی، مشخص حرف مهمی میخوای بزنی. تو کشور اسلامی قوانین جمهوری اسلامی هم هست تا جانم فدای رهبر شاهی بود، سجاد شاهی بود. جانم فدای رهبر. تمام. خب پس اگر تابع قوانین جمهوری اسلامی هستید، وقتی که جمهوری اسلامی سقوط کرد، طبق قوانین جمهوری اسلامی باهاتون رفتار کنیم گویا. اینجوری دوست دارید توی حکومت آینده همون حکمایی رو بدیم که اگر جمهوری اسلامی بود بهت میداد. همکاری با جمهوری اسلامی و خیانت به کشور. ما هم همونجوری برخورد میکنیم. قوانین جمهوری ادام داره دیگه، فکر میکنم توی قوانین جمهوری اسلامی هست. خب جالب شدی آقای اشکان. اوکی. حالا ببینیم اشکان کی هست. اشکان که توی این تصویری میبینید ایشانه. توی ویدیو پوری که میگفتید وصل نیست و این داستانا، پوری که رفیقش توی اعتراضات شرکت کرده بود، اینو ببین کنار آقای پوری همین اشکان که ما تابع قوانین جمهوری اسلامی هستیم، جانمون فدای رهبر، بغل رفیقمونه. این نمایشگاهی ماشین داره گویا. ماشین پاشینا رو هم برای رپرهای حکومتی داشمون تهیه میکنه، میاره سر صحنه. بچه مایه است. قیافش نگاه کن دیگه، خیکشو گنده کرده ولی جز پول هیچی نداره. انقدر جیره جمهوری اسلامی رو خورده. اینجا هم هست. این اسلحه هایی که میبینید همش ارگانی و سازمانیه. برای ویدیو از بچه های سپاه گرفته شده که ویدیو بگیرن، عکس بگیرن، حالشو ببرن. اینجا هم باز داشپوری و این بنده خدا جانم فدای رهبر. این عکسش خیلی جالبه. مجبورم دولش رو سانسور کنم، ولی دولش اندازه این نوک ممه منه. به همون اندازه است، برجستگیش و بزرگیش. یعنی ممه من شاید 1-2 میلیمتر هم بیشتر زده باشه بیرون. ممه این عکس رو توی تلگرام میذارم. تلگرام هم تو دیسکریپشن هست. ولی نمیدونم ادیت شده ادیت نشده. اگر ادیت نشده چقدر کوچولوه اینقدر آخه دیگه. یه جوشه. این هم یه ویدیو دیگه ازشه آقای اشکان لیو.
کیف تو همه استان داره خونه دیوونه بگرد پیلونه اینجا یه بوس میکنیم روی گونه یه گلی میشه رگ رونت قربونه رفته خارجی تیج خیابونه مشتی کالج نی چه دوننده تگا نارنجی یه دستت میبینم آرنج نی گنگ صدا گرمی میپیچه بنگ چرا خاموش میایم نبود زنگ زمین میفته داره گوشه دست خدا پشت و پناه تمام رپرهای حکومتی. تو شانس میارم به گوشه داستانی نداری با اینو فرا ترتمیز سرن دخترها میره جلو آینه میبینی روی گونت. خب بگذاریم بچه ها. امروز داشتم اینو من امروز درست کردم، قایق کاغذی و به عشق کیان پیرفلک 9 ساله کشته شد توسط همین رژیمی که اینا تابع قوانینشن، یعنی به قوانین جمهوری اسلامی. یک بچه، یه موردشو دارم میگم دیگه، هزاران مدل داره، فکر کنم 70-80 هزار نفر رو تا حالا اینا کشتن از سال 67 تا همین الان. نزدیک 70-80 هزار نفر رو کشتن اینا، به غیر از جنگ 8 ساله که میتونست 1-2 ساله جمع بشه، هرچند اصلا قرار نبود جنگ بشه. آقای خمینی گفتش که عراق باید به پا خیزد، ما انقلاب کردیم اونا هم انقلاب کنن. صدام حسین گفت واسه من کیر خر میتراشید بسکش. حمله کرد، این همه جوان کشته شد. بعد اینا تابع اون قوانینن. الان هم که جزیرهای سگانه رو دارن میدن بره، گوش به زنگ باشید، اون 3 تا جزیره داره پرپر میشه. حواستون به این باشه، این موضوعات رو اینا نمیان بگن، من میام میگم. ولی جمهوری اسلامی داره هر کاری میکنه حواسا رو پرت کنه. یکی از حواس پرتی ها هم این داستان تتلوئه که عفو خورد آزاد میشه. نه آزاد نمیشه. آزاد نه، اعدام میکنی نمیکنی. یه دونه ویدیو در این رابطه با هم دیگه ببینیم، خبری که خواهر تتلو داره میده. سلام بچه‌ها، خبر خوش اول امیر اومد و اینکه همین الان به خودم خبر دادم، من سورپرایز شدم. همش فکر میکردم شایعه باشه، ولی که تبریک میگم بهتون. امیدوارم که همیشه دلتون شاد باشه، من برم خوشحالی کنم. این مال 2-3 روز پیش بود ولی خبری نشده، هنوز آزاد نشده. نمیدونم دارن چی کار میکنن، نمیدونم کی میخوایم این رپرهای حکومتی و این شرایط تخمی جمهوری اسلامی رو بهش نبگیم بیایم تو خیابون. خسته شدم بچه ها، این چقدر خوشگله. خلاصه مطلب، کیرم تو تمام رپرهای حکومتی، کیرم تو کس خار مادر هر کسی که به قوانین جمهوری اسلام پایبنده و میگه آری، کیرم تو کس ننه ارزشی، کیرم تو کس ننه رپر حکومتی، کیرم تو کس ننه رفیق رپر حکومتی، کیرم تو کس ننه کسی که واسه رپر حکومتی ماشین و اسلحه جور میکنه، کیرم تو کس ننه کسی که میگه جانم فدای رهبر، کیرم تو کس ننه تک تکشون، کی تو کس ننه هر کسی که با این جمهوری اسلامی داره همکاری میکنه، کیرم تو کس ننه هر کسی که آب میریزه تو آسیاب جمهوری اسلامی، مستقیم غیر مستقیم. کیرم تو کس ننه کسی که اصلا بی تفاوت این وسط، اصلا تخمش نیست که جمهوری اسلامی داره ایران رو نابود میکنه، دریاچه رو خوش کرده، رودا رو خوش کرده، جزایر سگانه خلیج فارس رو داره به عربا واگذار میکنه، 40-50% دریای خزر رو واگذار کرد. کیرم تو کس ننه هر کسی که داره به این وضعیت دامن میزنه و صداش در نمیاد. اگر مخالفی بنویس مخالفم، هر چقدرم دوست داری زیر این پست میتونی فوش بنویسی، فوش آزاد بنویس، هر چی دلت میخواد. رکیکترین فوشا رو زیر این ویدیو کامنت کن.